با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب در لاگر بیرون از شهری شراره برای استراحت و فراغت خوانندگان تمام شرایط‌های مساعد فراهم گردیده است. امسال نیز چون سالهای قبلی بسی اول لاگر با اشتراک 110 نفر خواننده آغاز یافته، آنها دوام 12 شبانه روز با برنامه‌های گوناگون سالمگردانی و فرهنگی فرا گرفته می‌شوند. در مراسم آغاز بستی اول رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب اشتراک نموده خوانندگان را به آغاز تعطیل تابستانه تبریک گفتند. ذکر گردید که با توجه پیوسته رهبریت عالی مملکت برای فراهم آوردن شرایط مساعد استراحت کودکان و نورسان همساله لاگرهای تابستانه تشکیل گردیده هزارها خواننده به استراحت و سالمگردانی جلب می شوند. در بستی اول 110 نفر خواننده از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر کلوب و ناحیه‌های واسع مومن‌آباد و شمس‌الدین شاهین شرکت دارند. برای آنها در لاگر شراره تمام امکانات‌های ضروری مهیا بوده. برنامه‌های گوناگون فرهنگی، معرفتی و ورزشی راه اندازی گردیده است. طبق نقشه تصدیق شده استراحت کنندگان در محفل‌های کتابخوانی، آزمون‌های ذهنی، مسابقه‌های ورزشی، آوازی و سیاحت به موضع‌های تاریخی و سیاحی ناحیه مومن‌آباد اشتراک نموده دانش و جهانبینی و ملکه‌های خود را تکمیل می‌دهند.